هفته قبل سوالی به عزیزان داده شد با این عنوان که رنجش، خشم، تلخی چه ارتباطی با بتپرستی داره. بتپرستی که توی 10 فرمان هست. بهتره که با هم یه نگاهی بندازیم توی این قسمت و ببینیم کلام خداوند در مورد بتپرستی ابتدا چی میگه. توی خروج باب 20 آیه 3 الی 7 رو یک عزیزی برای ما بخونه. هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هر آنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در آبهای زیر زمین. در برابر آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من یهوه خدای تو خدای غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت سوم و چهارم آنان که مرا نفرت کنند میرسانم، اما کسانی را که مرا دوست بدارند و فرمانهایم را حفظ کنند تا 1000 پشت محبت میکنم. نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی برد بی سزا نخواهد گذاشت. آمین. آمین. همین آیات رو اگر میخواید یادداشت کنید، همین آیات رو توی باب 5 کتاب تثنیه داریم. همین آیات رو دقیقاً باب 5 تثنیه برای مسئول ببخشید باب 3 آیات ببینید خروج بود باب 20 آیه 3 الی 7 و تثنیه باب 5 آیه 6 الی 11. این همین آیات رو توی تثنیه هم داریم. خب ولی حالا اینجا یه پارادوکس ما داریم. میدونی امروزه تو زندگی خیلی از ماها اینجوریه. میدونی یعنی وقتی نگاه میکنی جهان رو، این جنگ ها، این تلخی ها، این خشم ها، این کینه ها جهان رو پر کرده، مملو کرده. یعنی شما وقتی نگاه میکنید حتی جنگ بین ملت ها یک ریشه خشم داره، کینه داره، به همین دلیل تبدیل شده به انتقام. وقتی این جنگ رو ریشه یابی میکنی، میبینی برمیگردی به یک ریشه اصلی و آن کنترل کردنه. انسان ها به شکل غریزی از حواس پنجگانه‌شون استفاده میکنن و دنیای پیرامونشون رو کنترل میکنن. همه انسان ها این شکل هست، کنترل میکنن. زمانی که ما کنترل میکنیم، خروجی کنترل کردن ما توسط حواس پنجگانمون، خروجی کنترل کردن ما از طریق حواس پنجگانمون یک خروجی داره. ما پردازش میکنیم. وقتی یک چیزی رو میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، بو میکشیم، مغز ما شروع میکنه پردازش کردن و وقتی پردازش میکنیم در واقع آنجا داریم قضاوت میکنیم. توجه کنید، کنترل میکنیم، قضاوت میکنیم و درون آن محکمه که محکمه افکار ماست آنجا یک دادگاهه، یک صحن دادگاهه و ما با واسطه آن کنترل کردن و آن قضاوت کردن درون افکارمون شروع میکنیم محاکمه کردن و رأی رو صادر کردن و مجازات کردن. بعد از این قسمت، بعد از قسمت پردازش و قضاوت کردن، اتفاق دیگه‌ای که میفته، آن قضاوت ما درون افکارمون تبدیل میشه به یک رنجش، تبدیل میشه به یک کینه، تبدیل میشه به یک خشم. تا اینجاش ظاهرا سخت نیست، ولی از اینجا به بعد سخت میشه. زمانی که ما آن خشم رو، آن رنجش رو و آن کینه رو به انتقام تبدیل میکنیم.
و به یک فعل تبدیل میکنیم و به عمل میرسانیم، چه اتفاقی میفته؟ میبینیم که مجادله از اینجا آغاز میشه. من برادر دهدار رو با نگاهم، با شنیدن صداش شروع میکنم قضاوت کردن و خیلی عوامل دیگی که مربوط به حواس پنجگانه است شروع میکنم کنترل کردن، بعد شروع میکنم قضاوت کردن، بعد ازش رنجش میگیرم و به دنبال تلافی کردن میگردم و این تبدیل میشه به یک کینه و انتقام و یک جایی من به فعل میکشم و تلافی میکنم. این رو سعی کردم با یه مثال خیلی ساده عامل تلخی، رنجش، خشم و کینه رو باز کنیم. اوکی؟ حالا این چه ارتباطی با بت پرستی داره؟ کلام خدا میگه هیچ تمثال تراشیده ای رو نه در آسمان، نه بر زمین، نه به روی دریا، نه به زیر دریا، نه بر زیر زمین برای خود نتراش. مقابل آن سجده نکن. زیرا من یهوه خدای شما هست. چه ارتباطی داره رنجش های ما؟ چه ارتباطی؟ ببین من از دهدار ناراحت میشم، برادر دهدار، چه ارتباطی داره با بت پرستی که توی کلام خدا گفته؟ سوال من این بود، رنجش های ما چه ارتباطی با بت پرستی داره؟ خب ما ریشه رنجش ها، تلخی ها، خشم، کینه رو با هم متوجه شدیم. حالا ریشه بت پرستی رو هم بیایم با هم دیگه دنبال کنیم. اگر خاطرتون باشه تو جلسات قبلی من گفتم انسان ها به شکل غریزی دنبال ناشناخته ها هستن. انسان ها به شکل غریزی دنبال کشف خداوند هستن. انسان ها به شکل غریزی دنبال قابلیت های پنهان یکدیگر هستند. آسون ترش کردم. من به شکل غریزی دنبال قابلیت های برادر دهدار میگردم و هر جایی که من پیگیری میکنم این مسئله رو، یک فکری، یک عاملی درون مغز خودم میسازم. میدونید بت پرستی تنها به معنای ساختن یک تندیس که جلوش خم و راست بشیم نیست. بت پرستی تنها به معنای این نیست که حرم ها رو ما بپرستیم یا تندیس ها رو بپرستیم یا کعبه رو بپرستیم یا بودا رو بپرستیم، مجسمش رو. بت پرستی تنها این چیزها نیست. بت پرستی ریشه داره. عامل اصلی بت پرستی انسان کشف ناشناخته است. کشف قابلیت های پنهان انسان هاست. کشف قابلیت های انسان هاست یا خداوند. من وقتی شروع میکنم درون افکارم برادر دهدار رو توجه کنید عزیزان توی این قسمت. برادر دهدار رو توی این قسمت من شروع میکنم توی افکارم بلند کردم و درون یک رابطه اشتباه با برادر دهدار قرار میگیرم. به چه شکل توضیح میدم؟ من وارد یک رابطه میشم با برادر و در یک سطحی از رابطه قرار میگیرم و سطح رابطه من اینجوریه که من از برادر دهدار انتظار شنیدن یک حرف مخالف رو ندارم. اوکی؟ وقتی من از برادر دهدار یا هر انسان دیگه‌ای انتظار شنیدن حرف مخالف رو نداشته باشم، یعنی درون افکارم از برادر دهدار بت ساختم. یک بتی ساختم و دارم اینجوری به افکارم میگم که من فرصت اشتباه کردن به دهدار رو توی افکارم نمیدم و به محض اینکه برادر دهدار یک اشتباهی بکنه من آنجا شروع میکنم قضاوت کردن. توجه کنید، رنجش گرفتن، خشم گرفتن، کینه گرفتن و حتی انتقام گرفتن.
میدونید هر جایی که سطح توقعات من از انسانها بالا میره، من آنجا دارم بت پرستی میکنم. خداوند میگه جلال من رو به کسی ندید. ما معمولا از انسانها بت میسازیم. میدونید پیشینه تاریخ ایران رو وقتی نگاه میکنین به یه همچین ریشه های دوباره میرسیم. میتونید ببینید این ریشه ها رو. زمانی که مثلا رضاخان آمد، زمانی که مثلا محمد رضا شاه آمد، میدونید زمانی که خمینی آمد، زمانی که خامنه ای آمد، اینها چجوری شدن رضاخان، چجوری شدن محمد رضا شاه، چجوری شدن خمینی و خامنه ای؟ میدونید ما بت ساختیم. ما درون افکارمون شروع میکنیم بت ساختن و به محض اینکه این بت‌هایی که ساختیم که در جسم انسانی هستن اشتباهی ازشون سر بزنه، تبدیل به یک رنجش میشه و تبدیل به یک خشم میشه و این خشم تبدیل به یک انتقام میشه که الان توی امروز ایران ما میبینیم. میدونید من همیشه اینجوری میگم مردم ایران قبل از اینکه بیان تو خیابون و شروع کنن اعتراض کردن، بهتر توبه کنن برای بت پرستیشون، برای اینکه وقتی که رضاخان آمد اون رو بت کردن، محمد رضا شاه آمد اون رو بت کردن. نمیخوام حالا سیاسیش کنم ولی خب مثال جالبی میتونه باشه. وقتی خمینی آمد او رو از او بت ساختن و وقتی خامنه ای آمد از او بت ساختن و این بت ها تنها ساخته ذهن انسان هست و ما یک چیز رو دیگه نباید فراموش کنیم. کلام خدا توی رومیان باب 3 میگه چی؟ میگه هیچ کس پارسا نیست، همه گناه کردن. این آیه فکر میکنم بهترین و زیباترین پادزهر رنجش های ما باشه، خشم های ما باشه، تلخی های ما باشه. چرا؟ این آیه داره میگه همونطور که مسعود تو اشتباه میکنی، دهدار هم ممکنه اشتباه کنه. پس از دهدار برادرت بت نساز، از هیچ انسانی بت نساز. اگر ما درون افکارمون از انسانها بت نسازیم، هرگز عواملی چون رنجش و خشم و کینه و انتقام گریبان ما رو نمیگیره و فکر میکنم زمین به یک بهشت تبدیل میشد و دیگه نه جنگ ها رو میدیدیم نه جفاها رو میدیدیم. نه؟ پس رنجش ها، کینه ها، خشم ها، انتقام ها ارتباط مستقیمی با بت پرستی داره. بت پرستی تنها تندیس و مجسمه پرستیدن نیست، ستارگان رو پرستیدن نیست مثل یونانی ها، بلکه ما درون افکارمون هر روز و هر روز و هر روز از انسان ها بت میسازیم. خاطرمون باشه وقتی میگم هیچ کس پارسا نیست، شامل حال همه میشه، شامل من میشه، شامل برادرم دهدار میشه و همه عزیزان، خواهر مینا، برادر ابراهیم، برادر مسعود، هممون توی جایگاهی هستیم که احتمال لغزش داریم، حتی پاپ، حتی کاردینال. وقتی با این تفکر و با این ایمان زندگی کنیم و چشممون به آن الگوی واقعی یعنی عیسی خداوند باشه و فقط پارسایی رو در اون ببینیم و مطلق بودن رو در اون ببینیم، هرگز از هیچ کس رنجش نمیگیریم، خشم نمیگیریم. پس نتیجه میگیریم خشم، رنجش، کینه عاملش بت پرستیه ما انسان هاست. ما توی افکارمون از انسان ها بت میسازیم و انتظار نداریم که این بت ها خلاف میل ما عمل کنن و به محض اینکه خلاف میل ما عمل کنن دچار این لغزش ها میشه.